یه ابزاری که توی عصاره‌گیری یک نواخت خیلی به شما کمک میکنه نیدل هست. نیدل ها خیلی تنوع زیادی دارن، توی مدل های مختلفی ساخته میشن، ولی این دو مدل توی بازار ایران از همه بیشتر پیدا میشن. نیدل هایی که سرشون دایره شکل هست و نیدل های سوزنی. ترجیح من بین این دو مدل سوزنی شکل هست و خب اصلا کلا با این مدل نیدل قهوه‌ام رو نیدل میکنم. اون کلامپ های قهوه، توده های قهوه که به هم میچسبن رو از هم باز میکنه و قهوه رو توزیع میکنه داخل بسکت پورتافیلترتون و یک عصاره‌گیری یک نواخت خواهید داشت. حالا اگر نیدل نداشتید خیلی قصه خوردن نداره، بریم روی میز بهتون بگم چی کار کنید. قهوه‌تون رو که آسیاب کردید، برای توزیع یک نواخت اون و از بین بردن توده های قهوه با نیدل به همین شکل از عمق تا سطح قهوه‌تون رو نیدل میزنید. اگر نیدل نداشتید داخل خونتون قصه خوردن نداره و با یه خلال دندون، چنگال یا هر چیزی که فکر میکنید شبیه نیدل هست، سوزن، میتونید قهوه‌تون رو توده هاش از همدیگه باز بکنید و اجازه ندید که یک عصاره‌گیری غیر یک نواخت داشته باشید. به همین سادگی توده های قهوه را از هم باز میکنید و یه عصاره‌گیری کاملا یک نواخت خواهید داشت. بعد از اون هم که عصاره‌گیری میکنید و نوش جان.